سلام به چنل ما خوش اومدید. سلام به همگی. جوکای بیمزه شوهرمه‌ای شماره 2 پارت 2. یعنی یه جوکای بیمزه‌ای دارم، اصلا بیمزه تر از دفعه قبل و همه جوکای دیگه. آماده ای برای اولی؟ آمادم. یه روز یه خیارشور شورشو در میاره، میشه خیار. میدونی چرا هیچ کس با ماهیا دوست نمیشه؟ نه چرا؟ چون پولکی هن. یه روز 2 تا فلش داشتن با هم دعوا میکردن، یه فلاپی میاد رد میشه میگه واقعا که فرمت ها به این رفته. میدونی کامیونا وقتی همون میبینن به هم چی میگن؟ نه. میگن یه بارنامه بچین دور هم جمع شیم. میدونی شغل مردم گواتمالا چیه؟ چیه؟ اصلا کجا هست؟ گواتمالا من تا حالا نشنیدم. گوات میمالن. یه روز یه سیب میره گدایی میگه به من شلیل بیچاره کمک کنید. 2 تا اتم با هم جلسه داشتن، بعد سرشون شلوغ میشه، جلسه رو مولکول میکنن به یه وقت دیگه. میدونی آجارا وقتی از هم خدافزی میکنن چی میگن؟ چی میگن؟ به امید دیوار. میدونی چرا شنبلیله شنبه میلیله ولی یک شنبه نمیلیله؟ نمیلیله. چرا نمیلیله؟ میدونی؟ نه. پس چرا میخندی؟ میدونی به باقی مانده بسته اینترنت چی میگن؟ نه چی میگن؟ تحقیق. 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 میدونی به جایی که گربه توش میخوابه چی میگن؟ دو گربه‌ای. نه جاکت. میدونی به پای گربه چی میگن؟ چی میگن؟ میگن پاکت. یه روز یه مگس مریض میشه، مامانش براش اسهال درست میکنه. یه هشبا یادش میره یه ساعتشو خوب کنه، خب 10 پا میشه. میدونی اگه یه ماهی هنگ کنه پیش کی میره؟ پیش کی میره؟ پیش نهنگ. میدونستی اگه مشکلت حل نشه چی میشه؟ چی میشه؟ منحل میشه. قطعاً تنشین میشه. میدونی چرا زنبورا همش گل میخورن؟ که اثر بدن. دروازه‌بانشون زده. میدونی اگه زن فاضل غذا بپره تو گلوش چی میگه؟ چی میگه؟ میگه فاضلا فاضلا فاضلا. میدونی به کسی که 3 تا تم چشیده چی میگن؟ ستم چش. ستم دیده. ستم چش؟ چرا میخندی؟ ستم دیده اصلا من تا حالا نشنیدم. ستم کش نیست؟ ستم چش. ستم کش نیست؟ کش ستم نه کش. شاید باشه نمیدونم. میدونی به انبه نرسیده چی میگن؟ میگم برس. رسیدی زنگ بزن. میدونی میوه ها موقع تولد به هم دیگه چی کادو میدن؟ آب. چرا؟ رشد کنن. آووکادو. آووکادو. آره آووکادو. میدونی گربه به اجدادشون چی میگن؟ چی میگن؟ پیشینیان. پیشینیان؟ پیشینیان. پیشینیان. میدونی کمونیست به چه کسایی میگن؟ به چه کسایی میگن؟ به آن دسته از مادرانی که وجود مو در غذا را انکار میکنن. اگه بخوای شب خوابت ببره باید چیکار بکنی؟ بری بخوابی؟ باید بیدارت ببازه. میدونی به وسیله ای که 2 تا ج داشته باشه چی میگن؟ چی میگن؟ میگن 2 ج داره. یالا گاستان دالا Ya no hay گاستان. camino que recorra tu pasado.
دوستان مرسی که تا اینجا ویدیوی ما رو تماشا کردید. چقدر بیمزه بودیم. اگه دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید، یه کامنت هم برامون بنویسید تا یه ویدیو دیگه. مام که پشم، خدا نگهدار. ما هم که پشمشم من میگفتی دارم بهت نگاه